اما سوال بعدی، سوال کردن که در مسیر درون و پی رشد درونی مشکلات زیادی رو با همسر دارن و با خانواده پیش میاد. وقتی که به هیچ عنوان هماهنگی بین یک طرف نیست با این مسائل و مخالفت‌های زیادی هم انجام میشه. همینطور مطرح شده که در قبال این موضوع ما سعی کردیم که خشم خودمون رو ببینیم و به هیچ عنوان درگیری و اختلافی رو در این زمینه بروز ندیم و اون طوری طرف مقابل رو بپذیریم که هست. اما مسائلی پیش میاد مثل این که در شب موقع خواب در خواب میدیده میشه که خیلی پشیمونیم از این ازدواج، از این وصلت و یا از این ارتباطی که وجود داره. آیا این نوع خوابها از یک خشم فرو خفته سخن میگه و یا اینکه چه معنی داره؟ ببینید، در رابطه با مسئله اختلافاتی که سر اینجور مسائل به وجود میاد، این اختلافات فقط سر اینجور مسائل نیست. عمدتاً در خانواده ها بین پدر و مادر و فرزندان، همینجور فرزند با پدر و مادر، بین زن و شوهر، بین خواهر و برادر، همه اینها اختلافات سر مسائل متفاوتی به وجود میاد. شما در نظر بگیرید که اختلافات سر این که نوع شغلی رو که انتخاب میکنیم، نوع دوستانی رو که انتخاب میکنیم و خیلی چیزهای دیگه‌ای که باعث میشه که طرف مقابل ما، حالا یا پدر و مادر هستن یا همسر هستن، با این مسائل مخالفت میکنن و بعضی وقتا هم خیلی شدت دارن در این مخالفت هاشون. حقیقتش برای این نمیشه کاری کرد. یعنی مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب خیلی انسان ها احساس مالکیت دارن و این احساس مالکیت فرمی هستش که خشم رو تولید میکنه و این احساس رو به دست میده که اون مایملکش داره از دست میره و خیلی وقتا هم توجه نمیشه به این که با یک موجود زنده‌ای به نام انسان داریم برخورد میکنیم، نه با یک جامد. اگر به بحث پیرچنگی برگردید، در بحث پیرچنگی طبقه بندی کردن محبت و نوع علاقه هایی رو که ما نسبت به همدیگه داریم و همینطور که حالت شکوفایی از عشق در درون انسان به چه نحوی انجام میشه اونجا مفصل بیان شده و عمدتاً چاره‌ای نیست در قبال این اختلافات، کاری نمیشه کرد، چون در یک جاهای انسان به یک نکته هایی میرسه که طرف مقابلش به اون نکته ها نرسیده و نه تنها پذیرای این نیست که به این نکته ها نرسیده، خیلی شدیداً اصرار میکنه که اشتباه وجود نداره و یا خیلی چیزای دیگه. این تا اینجایی که من فکر میکنم مربوط به قسمت اول مطلب بشه. اما قسمت دوم مطلب، بحث سر خواب و اینکه در خواب این موضوع پیش میاد. ببینید، شما زمانی که به این صورت دارید خشم رو میبینید، این یک جورایی همون صحبتایی که همیشه کردیم، در یک موردی این خشم شروع میکنه به محو شدن. محو شدن این با 3 شماره 1 2 3 به وجود نمیاد. در مرحله های متفاوتی این خودش رو نشون میده. یعنی در زمان بیداری، در زمانی که شما با خودآگاهتون برخورد میکنید با مسائل، از طریقهای متفاوت سعی میکنه جلوه گر شه، ولی وقتی که داره دیده میشه
به یک زندگی نهانی رو میاره. در این زندگی نهانی در واقع ابراز وجود این در خواب چند معنی داره. یکی از معانیش فریاد خاموش شدنشه. یکی از معانیش اینه که من به زندگی نهفته رفتم. یکی دیگه از معانیش اینه که من هنوز وجود دارم، رهات نمی کنم. اما اینجور خواب ها بعد از یک مدتی که خشم اون توانایی خودش رو از دست میده کاملا مبدل میشن، تبدیل میشن به یک فرمی که حسشون میکنید. من براتون یه مثالی بزنم. شما زمانی که از چیزهایی میترسید و ترس رو میبینید، من در قبال ترس این مثال رو خدمتون میگم، ولی در قبال خشم هم به شکل‌های متفاوت میتونه بروز کنه. شما زمانی که ترس رو در موردهای ترس‌های توهمی رو میبینید، خیلی مواقع خواب میبینید که در این خواب سگ‌های خیلی وحشی و خیلی حالا با شکل‌های وحشی و کریهی به آدم حمله میکنن. در مرحله‌ای که این ترس داره از بین میره و وجودش باز شده، شما همین این خواب رو مجدد میبینید. این سگ‌ها به شما حمله میکنن، ولی در خواب شما فرار نمیکنید، می ایستید. و خیلی جالبه وقتی که سگ‌ها بهتون حمله میکنن دارن محو میشن، وقتی که میخوان بگیرنتون محو میشن. اینا زمانیه که اون گره و اون مشکل کاملا باز شده. زمانی که حمله میکنه و طرف فرار میکنه یعنی هنوز این وجود داره و ابراز وجود میکنه، ولی وقتی که حمله میکنه و محو میشه یعنی اون گره باز شده. از نظر سیمبولیک خدمتتون میگم، در خواب که به سراغ شما میاد و هی میخواد یه طور شما رو عصبانی کنه، وقتی که باز میشه این موضوع طوری خواهد بود که خوابهای شما هم متفاوت خواهد شد. یعنی خوابهایی رو که میبینید دیگه اون پشیمانی چرا این ازدواج صورت گرفت من پشیمونم، میبینید شکل این عوض شده. و در سمت دیگه اون دیدن خشم و اون درگیر نشدن به خاطر خیلی از مسائلی که در درون انسان میگذره میتونه حتی تأثیرات متقابلی در افراد روبرومون داشته باشه. حالا میخواد پدر باشه، مادر باشه یا همسر باشه. در هر صورت اون چیزی که من میتونم خدمتون بگم، یه مقداری باید صبر کرد تا فرم خواب عوض بشه و این خیلی تأثیر به خصوصی در نوع رفتار شما خواهد داشت. حالا من نمیدونم شما واقعا خشم رو دیدید یا این که باهاش جنگیدید. اگر جنگیده باشید و در جنگیدن و کنترل باشید، این نوع خواب‌ها دست از سرتون بر نمیدارن. این یکی از عمده ترین موضوعاتیه که ما میگیم نباید کنترل کرد، نباید جنگید، نباید باهاش در افتاد. اگر بر اساس کنترل و درگیری و سرکوبش باشه، به این راحتی دست از سرتون بر نمیداره. اگر توضیحات بیشتری خواستین بازم من در خدمتتون هستم.